ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس هفتم، تنوین جر یا دو زیر. دو زبر، دو زیر و دو پیش شامل تنوین میشن و در دو زبر تمام قاعده از زبر تطبیق میشه بالای حروفش. یعنی اگر حرف دو زبر داشت قاعده زبر تطبیق میشه، مثل از این که یعنی اگر را دو زبر داشت پر ادا میشن. خا، غین و قاف اگر دو زبر داشت پر خوانده میشن. اما در دو زیر تو نیست. در دو زیر اگر حرف را دو زیر داشت باریک ادا میشه. یعنی در حروفی که دو زیر داشته باشند قاعده کسره تطبیق میشه. یعنی رایی که دو زیر داشت باریک ادا میشه. خا، غین و قافی که دو زیر داشتن از درجه تفخیمشان کم میشه. ب دو زیر بین، ت دو زیر تین، ث دو زیر ثین، جیم دو زیر جین، ح دو زیر حین، خا دو زیر خین، دال دو زیر دین، ذال دو زیر ذین، را دو زیر رین، زا دو زیر زین، سین دو زیر سین، شین دو زیر شین، صاد دو زیر صین، ضاد دو زیر ضین، طا دو زیر طین، ظا دو زیر ظین، عین دو زیر عین، غین دو زیر غین، فا دو زیر فین، قاف دو زیر قین، کاف دو زیر کین، لام دو زیر لین، میم دو زیر مین، نون دو زیر نین، واو دو زیر وین، ها دو زیر هین، همزه دو زیر این، یا دو زیر ین، تین، طین، ثین، سین، صین، حین، هن، ذین، زین، ضین، ظین، عین، این، قین، کین. کلمات قرآنیه که تنوین زیر دارد. قاعده هشتم: اگر در آخر کلمه دو زیر و یا دو پیش باشد در حالت وقف ساکن خوانده می شود. مانند عمدین، وقفا، عمد. یعنی برعکس قاعده دو زبر است. یعنی اگر در دو زبر و آخر کلمه که دو زبر باشه وقف کنیم تبدیل میشه به الف، اما آخر کلمه که دو زیر باشه وقف کنیم تبدیل میشه به ساکن. یعنی مثل از این که بخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خلق السماوات بغیر عمد ترونها. اگر در عمد وقف کنیم خلق السماوات بغیر عمد، عین زبر ع، میم زبر ما، عمد دو زیر دین، عمدین، وقفا، عمد. همزه پیش او، کف پیش کو، اوکو، لام دو زیر لین، اوکولین، وقفا، اوکول. ح زیر حی، جیم زبر جا، حجا، جیم دو زیر جین، حججین، وقفا، حجج. لام زبر لا، ها زبر ها، لها، با دو زیر بین، لهبین، وقفا، لهب. فا پیش فو، را پیش رو، فروشیم دو زیر شین، فروشین، وقفا، فروش. صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا دو زیر فین، صحفین، وقفا، صحف. خا زبر خا، با زبر با، خابر، را دو زیر رین، خابرین، وقفا، خبر. سین پیش سو، را پیش رو، سرو، را دو زیر رین، سرورین، وقفا، سرور. در اینجا رایی که در اول آمده چون که حرکت پیش داره پر ادا میشه و رایی که دوم آمده در حالت وقف پر تلفظ میشه، اما در حالت وصل باریک تلفظ میشه. چرا؟ چون در حالت وصل حرکت دو زیر داره، یعنی دو زیرش از ذکر میکنیم، سرورین، از او خاطر باریک تلفظ میشه. اما وقف کنیم وقفا سرور، چون را ساکن میشه و ما قبلش حرکت پیش میآید را پر تلفظ میشه، سرورین، وقفا، سرور.
غين زبر غا ضاد زبر ضا غضب دو زير بن غضب وقفا غضب خا پیش خولم پیش لو خولو قاف دو زرق خلق وقفا خلق ظا پیش غولم زبر لا غللم دو زدل ظلل وقفا ظلل بازير بي قاف زبر قابق با زبر با سين دو زير سين بقبس وقفا بقبس را زبر را قاف زبر قا رقب زبر با تا دو زيرت رقبة وقفا رقبه. باز چون کتاب مدور آمده و وقف کنیم بس های ساکن تبدیل میشه. رقبه ها پیش همیم زبر ما همزه زبر زم همزه تا دو زیرتین همزتین وقفا همزه لم پیش لو میم زبر ما لومزه زبر زه تا دو زیرتین لومزتین وقفا لومزه نون زبر نف زبر ف نف قاف زبر قا نفقات دو زیرتین نفقاتین وقفا نفقه با زیر بیدل زبر ده بید میم دو زیر من بیدمین وقفا بیدم کف زبر کذل زیر ذی کذب دو زیر بین کذبین وقفا کذب